الدهر ذو دول والموت ذو علل. الدهر ذو دول والموت ذو علل والمرء ذو آمل والناس أشباه ولم تزل. دشمن که ما را هرچی میگن دشمن گله‌ای نداره. دشمن در مطبوعات خود به جنگ سرد عقیده داره و جنگ سرد میدونه و میفهمه که چی رقم اونا هدف انتخاب کنن و روی هدف ترکیز کنن. اما این مسئله تنها از طرف دشمن نیست. مسلمان هایی که خود مسلمان میگه و دیندار و متدین هم میگن، اونا هم تحت تاثیر مطبوعات دشمن آمده و اونا هم به این عقیده هستن که اگه مسلمان به نام مسلمان معتدل خود از جهاد دور گرفته و ما را متشدد خطاب میکنه. و یک عده جوانا هم ممکن از قلت فهم دینیشان این مسئله را فکر کنن که معلومات دینی ندارن، به خاطر از اینکه اونا تعلیمات مسلکی از علوم شرعی ندارن، ممکن در این مغالطه واقع شوند. مگر یک عده مردم این را فهمیده و دانسته به حیث یک حربه مطبوعاتی به ضد ما استعمال میکنن. بین با همشان آزاد مناقشه میکنن. معیار اعتدال و تشدد چیست؟ تشدد در دین و اعتدال در دین معیارش چیست؟ بله، تشدد در دین ما نهی شده. رسول صلی الله علیه و آله از تشدد نهی کرده. دین اسلام دین یسر است، دین آسانی است و بنایش به تشدد نشده. رسول صلی الله علیه و سلم در هیچ کار او را اختیار داده نشده مگر اینکه آسانتر از او انتخاب کرد. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. احادیث در این باره بسیار زیاد است. ما با هیچ مسلمان اختلاف نداریم که اسلام مبنایش بر یسر است، بر تشدد نیست. اسلام در احکام خود بالای مکلفین تشدد نکرده و مسلمان ها در نظام حکم خود بالای رعیت تشدد نکرده. ما از تشدد بیزار هستیم، دور هستیم، تشدد نمیپذیریم. تشدد راه ما نیست، مسلک ما نیست، دین ما نیست. مگر مشکل در این است که تشدد چیست و اعتدال چیست؟ چی را باید تشدد بگیم، چی را باید اعتدال بگیم؟ ما در اینجا با مردم اختلاف داریم. اونایی که دین نمیدانن خود نمیدانن. اونایی که از سنگر دشمنی ما را متشدد میگن اونا خود دشمن هستن. مگر اونایی که دین میفهمن و خود منسوب به دین و به تدین میکنه اونا از این مسئله باید صحبت نکنه. این جای تأسف است که باید یک درستی کنه. تشدد و اعتدال معیارش قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. ما در شریعت احکام داریم که طبقه بندی شده، فقها را طبقه بندی کرده. فرض عین، فرض کفایی، واجب، سنت مؤکد، سنت، نفل، مباح، بالاخره مکروه، مکروه تحریمی، حرام، گناه صغیره، گناه کبیره. احکام ما در شریعت فقها کلش طبقه بندی کرده و مسائل در دین کلش از طرف فقها و علما وضع شده در کتابای دین که موضوع اختلاف هر کس شده نمیتونه که هر کس از خود رای جور کنه، یک چیز را از خود خوب بگه یا خراب بگه یا فرض بگه یا واجب بگه. هیچ کس در این جای نداره. فعلا موضوع ما دین و شریعت است. در دین ما چیزی را که شریعت فرض گفته باشه ما او را مباح گفته نمیتونه. چیزی را که شریعت مباح گفته باشه ما او را حرام گفته نمیتونیم. تمام از حدود است که از طرف شارع به ما تعیین شده. اینا معیار تشدد و اعتدال چیز در دین ما؟ معیار شریعت است، قرآن و سنت است. در آن چیزی که شریعت تشدد کرده، سخت حکم گفته، او را که تو آسان بگیری هم از حد شریعت برآمدی. آن چیزی را که شریعت آسان گرفته او را تو سخت بگیری هم از حد شریعت برآمدی. اینا اعتدال و تشدد از حدود شریعت برآمدن است. چی از حدود شریعت به تشدد برایی، چی از حدود شریعت به تساهل برایی. اگر حکم سخت آسان بسازی به تساهل به تفریط از حدود شریعت برآمدی. اگر حدود شریعت آسان سخت بسازی به تشدد خود به افراط خود از حدود شریعت برآمدی و هر دو شریعت منع کرده. هم افراط منع کرده، هم تفریط منع کرده. اول مطالبه ما است که بیاین هر کسی که با ما در این مناقشه داره آزاد، ما آماده هستیم امروز مناقشه کنیم در حدود روشنی شریعت که ما متشدد هستیم، در چی تشدد هستیم و بنا به کدام حکم شریعت ما را مردم متشدد میگن. یک مسئله که معیار مناقشه ما چیست؟ اگر معیار تشدد و اعتدال شریعت باشه ما آماده هستیم که در این چوکات با همه کس مناقشه کنیم. هر عالم شریعت هر کار ما را که از حدود شریعت بیرون خواند یا افراط خواند یا تفرید
ما آماده هستیم غلطی خود غلطی بگیم و خود اصلاح کنیم. اگر معیار تشدد و اعتدال طبیعت ما تو بود که تو یک چیز خوشت نمیاد او را سخت میدانی، او را تشدد میگی، و من یک چیز خوش میاد او را خوب میگم، او را قبول میکنم، تو بدش میگی من خوبش میگم. معیار اگر هوا و هوس انسان بود در تشدد و اعتدال به توافق نمیرسید. فعلا مردم سیاستمدارایی که مسئله تشدد اعتدال مطرح میکنن، هر کس تشدد اعتدال از مستوای ایمان و فکر خود صحبت میکنه. به هر اندازه که او اسلام فهمیده باشه اما اندازه اسلام او اسلام میگه، بالاتر از او تشدد میگه و کمتر از او تفریط میگه. هر کسی که در هر مرحله از دینداری قرار داشته باشه مستوای خود معیار اعتدال و تشدد میسازه. اینجاست که مشکل ازی پیدا شده. بیایم که مثال های ازی را بگیم. در مسئله معامله با کافرها اسلام حکم میکنه که وقتی که یک لشکر کافر معتدی آمد با سلاح و تفنگ به وطنت آمد، وطنت اشغال کرد، جنگ کرد، در اینجا حکم خروج قتال عام است، همه مردم قتال میکنه با دشمن معتدی. در اینجا حکم اسلام چیست؟ حکم اسلام جنگ است. تو از صلح گپ میزنی. اینان تو از حد اسلام پایین شدی یا من از حد اسلام متشدد میکنم. فهم در اینجاست که ما میگیم که در زمانی که یک لشکر معتدی به خاک اسلام بیاید حکم اسلام جنگ است. تو از صلح گپ میزنی و اسلام به جنگ حکم میکنه. اینان تو مرا میگی که من متشدد هستم به خاطر از که چرا از صلح گپ نمیزنم. من میگم که تو معیار تشدد اعتدال نمیشناسی. حکم اسلام فعلا جنگ است. یک لشکر میاد با تفنگ میاد خانه تا ویران میسازه، ملک تا قبضه میکنن، تمام محرمات تا مباح میسازه، زیر پای میکنه، پایمال میکنه. در اینجا لهجه اسلام جنگ است، لهجه اسلام تشدد است، لهجه اسلام دفاع است، لهجه اسلام قربانی است. لهجه اسلام در اینجا است که برش سلام نمیتی، با او دوستی نمیکنی، با او معامله نمیکنی، با او تجارت نمیکنی. اینی را کافر حربی میگه. با کافر حربی دوستی نارواست، تجارت نارواست، تعامل نارواست، همسایگی نارواست، با او خانه کرایه دادن نارواست، سر از او چیزی فروختن نارواست، از او چیزی خریدن نارواست. با او هر نوع تعاملی که با او همکاری کنی در کار اعتداء از او، این از لحاظ فقه شرعی حرام مطلق است و تمام مذاهب در این مسائل موقف اتفاقی دارن، مسئله اختلافی در دین نیست. معامله با کافر حربی با معامله با کافر مستأمن فرق داره. مشکل در است که مردمی که یا دین نمیفهمن یا اصلا مغرض هستن، میخوان که دین تحریف کنن. احادیثی که در حق کافر ذمه آمده، در حق کافر معاهد آمده، او را میارن در حق کافر حربی با تو استعمال میکنن. يبكي عليه قليلا ثم يدفنه